حمایت صریح از هشدار آمریکا به دولت اشغالگر ایران. ژنرال حسین یزدانپناه فرمانده کل سپاه ملی کردستان با استقبال و قدردانی از موضع پرزیدنت ترامپ هشدار صریح ایالات متحده به دولت اشغالگر ایران را گامی شجاعانه و مسئولانه توصیف کرد و خواستار اجرای اصل مسئولیت محافظت و ایجاد منطقه پرواز ممنوع برای حفاظت از مردم تحت سرکوب در جغرافیای ایران شد. همکنون توجه شما را به اصل این بیاننامه سیاسی جلب می‌کنیم. استقبال و قدردانی از موضع پرزیدنت ترامپ. من با قدردانی فراوان از هشدار صریح پرزیدنت ترامپ به ایران استقبال می‌کنم. هشداری که در آن تاکید شده است اگر به سوی تظاهرات مسالمت آمیز مردم شلیک شود، ایالات متحده آمریکا به طور عملی به یاری مردم خواهد شتافت. آمادگی پرزیدنت ترامپ برای برداشتن گام‌های عملی علیه ایران اقدامی شجاعانه، مسئولانه و شایسته ستایش است. در حال حاضر مردم در بخش‌هایی از جغرافیای ایران از زمین و آسمان مورد تهاجم قرار گرفتند. آنها نیازمند اجرای اصل مسئولیت محافظت و ایجاد منطقه پرواز ممنوع هستند. حسین یزدانپناه، 2 ژانویه 2026.